دوستان سلام، از غیبت طولانی عذرخواهی میکنم. دلیلش هم این بود که خب یه پروژه سفارش کدنویسی درگیر بودم. خیلی 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 درگیر بودم. امروز تقریبا 80-90% رو تحویل دادم و یه مقدار سبک شدم، چون هم بعد آموزش میدیدم، هم آموزش میدادم، هم ویدیو آموزش میکردم. داشتم یه نگاهی میکردم و دیدم که خب اکثر مطالب رو راجع به پایه اولیه ایزابل 5 توضیح دادم. یه چیز جالبی که یه سرویس خیلی جالبی که قریب مونده بحث ست کالر آیدیه. ست کالر آیدی دوتا قابلیت جذاب داره، با اینکه به نظر خیلی بی خود میاد. شما یک میتونی مثلا بیاین اینجا بگین که اسمشو بذارین نو سی آی دی و بیاین کالر آیدی رو اصلا پاکش میکنین. دیستنیشنش رو میدین به مثلا یه اکستنشن مثلا 1001. این چیه؟ شما ممکنه یه جای خاصی برین و کارفرما از شما بخواد که آقا واسه یه گروه پشتیبانی، یه گروه خاصی کالر آیدی رو از بین ببرین و کالر آیدی واسه اون دوستان ارسال نشه. شما میان چی کار میکنین؟ میگین که مثلا اینبان رود اسم این گروهش رو میذاریم نو سی آی دی، حالا میگین که اینو بده به ست کالر آی دی. اون گروه دیگه کالر آی دی برایشون ارسال نخواهد شد هیچ وقت. یه قابلیت دیگه داریم، اونم اینه که میایم اینجا، ممکنه که شما یه منشی داشته باشین برای 3 تا شرکت. میتونین بگین شرکت آ، شرکت ب و شرکت س. میتونین تگ بزنین واسه هر شرکتی کالر آیدیش با تگ بیاریش. بسیار بسیار قابلیت پیشرفته‌ای داره. در مورد ویدیو قبلی اینم عرض کنم، شما انگیزه به ما نمیدین، ویدیو بدی نداشته اما هیچ کامنتی، لایکی، سابسکرایبی هیچی نداره و خب انگیزه ما کم میشه و دیر به دیر ویدیو تولید میشه.